خبرگزاری آزیا پلوس می نویسد که تمایل نامگذاری در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان در سالهای اخیر چندان تغییر نیافته است و همچنان نامهای مسلمانی در مد باقی ماندند، ولی تلاش‌های مقامات تاجیکستان ثمره داده است، زیرا دیگر کسی به فرزند خود زوغ، سنگ و سفال یا کتمن نام نمیمانند. در وزارت عدلیه تاجیکستان به آزیا پلوس خبر دادند که در سال 2023 نام اعظم معروف پسرانه در جمهوری محمد بود و 4853 پدر و مادر فرزند خود را به شرف پیامبر اسلام محمد نام گذاشتند. همین طور 4081 نفر فرزند خود را به شرف پدر پیامبر عبدالله نام گذاشتند که معنایش بنده الله است. نام‌های دیگر پسرانه معروف سال 2023 در تاجیکستان اینهایند: عبدالرحمن، یوسف، عمر، ابراهیم، عمران، سامان، ابوبکر و احمد. در بین نام‌های دخترانه نیز نام‌های با دین اسلام علاقمند معروف بودند. جای اول را در بین نام‌های دخترانه فاطمه گرفت. سال گذشته 4018 پدر و مادر فرزند خود را به شرف دختر پیامبر فاطمه نام کردند. نام‌های دیگر معروف دخترانه در تاجیکستان در سال 2023 اینها بودند: سمیه، عایشه، مریم، زینب، آسیه، خدیجه، کبریا و امینه. برای مقایسه سال 2018 نیز در تاجیکستان اکثرا همین نام‌های مسلمانی محمد، عمر، ابراهیم، یوسف در بین نام‌های پسرانه و عایشه، فاطمه، زینب و آسیه در بین نام‌های دخترانه اعظم معروف بودند. در وزارت عدلیه باز چند دیگر از نام‌های معروف در تاجیکستان را برشمردند. نام‌های پسرانه عثمان، انصار، ایوب جان، امیر، موسی و کامران. نام‌های دخترانه صفیه، منیسه، نوریه، یاسمین، حوریه و اراده. لازم به ذکر است که بجز از یاسمین، کامران و سامان دیگر هم نام‌های معروف در جمهوری ریشه‌های اسلامی و عربی دارند. طور در ریتینگ‌های نام‌های معروف در کشورهای دیگر آسیای مرکزی برمی‌آید نام‌های مسلمانی در این جمهوری‌ها نیز نام‌های مد باقی می‌مانند. در قزاقستان در بین نام‌های پسرانه حمزه، محمد، نور اسلام و در بین نام‌های دخترانه مدینه، عایشه و آیلون و امینه، علی خان و امیر و نور اسلام از جمله نام‌های معروف پسرانه در این جمهوری به شمار می‌روند. در ازبکستان سال 2023 نام اعظم معروف دخترانه صالحه و در بین نام‌های پسران محمد علی بود. این نام‌ها سال‌های قبل نیز پیشرفت بودند. وزارت رشد رقمی قرقیزستان نیز رویخط نام‌های اعظم معروف سال گذشته را ترتیب داده است. نام‌های دخترانه صالحه، امینه، فاطمه، علیه. نام‌های پسرانه محمد، عمر، علی، امیر، نور اسلام، علی نور و امیر.